آریانا سعید در کشور استرالیا در حالت مرگ. دلیل ترور آریانا سعید در کشور استرالیا چی بوده است؟ کنسرت‌های آریانا سعید در کشور استرالیا و رفتار عجیب مردم در این کشور با آریانا سعید. اکنون آریانا سعید در کدام کشور می باشد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند افغان، یکی از چهره‌های مشهور در میان هنرمندان افغانستان بوده است. سرمایه آریانا سعید را میتوان و بیشتر از 1.2 میلیارد دلار تخمین زد. آریانا سعید یکی از پولدارترین هنرمندان افغانستان بوده است و بزرگ شده کشور انگلستان است. تحصیلات دوره لیسه و دانشگاه را در انگلستان به اتمام رسانید. آریانا سعید نظر به علاقه فردی که داشت وی به هنر موسیقی رو آورد و در سن نوجوانی آهنگ‌های بیشمار سرود. آهنگ افغان پسرک آریانا سعید را به اوج شهرت هنری رساند. آریانا اکنون تبدیل به هنرمند بین المللی افغانستان شده است و در کشور استرالیا قرار بود کنسرت‌هایش را برگزار کند، ولی آریانا سعید در این کشور بعد از ختم یکی از کنسرت‌هایش مورد ترور افراد مسلح قرار می‌گیرد، ولی معلوم نیست دلیل این کار بالای آریانا سعید چی بوده است. این حمله توسط چه افراد سازماندهی شده بود، ولی آریانا سعید و اسیب تا کنون در این باره خاموشی کامل را از خود اختیار کردند. اکنون آریانا سعید دوباره به ترکیه برگشته است و مانند قبل به زندگی شخصیش ادامه می‌دهد. آریانا سعید و اسیب دارای صحت کامل بوده است. من آرزوی خوشبختی و سعادت برای این هنرمند موفق و مشهور کشور خود تمنا دارم. عزیزان و خوبانم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان و همراهان کانال دنیا اینفو تمنا دارم. تا درودی دیگر، امیدتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.